من دهخانه خطی در فروشگاه نمایش این محصولاتی کشاورزی در خودی گرمخانه هایی که دیدن کردم پرسان شدم 1 کیلوگرم پمیدور بسیار صفتی بلند 6-7 سومون از سر زمین لیکن در بازار شهر دوشنبه برده 20-25 سومون فروخته ایستادن. این چند برابر نخواهد مسافه 70 کیلومتر اینقدر خراجات راهگیری داشته باشد. سامانیات خطی نمیبرند، ورتالیات خطی نمیبرند، همین زمین خطی میبرند. انا فعالناکی اقتصادی وقتی خودی دهات یا که یک قسم دهخانه یا که شهروندان اقامت کنندگان همین دهات همین محصولات اگر 7 سامانی یا 8 سامانی گرفته برده در شهر دوشنبه در 12 سامانی وای کنند ان همینجا در کمش از هر 1 کیلوگرم محصولات 1 سامان 2 سامان درآمد میگیرد. نه بیکار نیست. همه دهخان بازار رفته نمیتواند. رفتی اجرایش کارهای بنیادکاری، آبادانی، سازندگی و افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ملی تاجیکستان. دیروز همتون تماشا کردید. من همه انشاءات را نبودم. بینیاد زیاد. رئیس ولایت، رئیسای شهر نویاره از همین جماعت سر کرده یک جای اتوبوس گرفته میبرد میگردونه ببینم. رفته ببینم جماعت دهاتی پوشینگ از من رفتی کارهای ساختمانی خودی بتوانین پرکمچی، رجاوک، علی جان، چشمسار خودی پوشینگ ببینیتون چونه یک شهرکی آباد یک محلی دوردست کوهستان مملکت از همه مهمشان که در دههایی که آب نیست زیاده از چیزها آبی آشامیدنی نداشت هم از حساب حوض بنیاد کردن چای عمودی برای اهالی آبی آشامیدنی مردم را تامین کردن هم از حساب آب و برف و باران هم حوض جای استراحتی جوانان و مردم و ماهی پروری و زیاده قریب 400 هکتار زمین آبیاری می شود. یک خواجگی دهخانی، یک خواجگی یک عائله 30 تا جای کاری دائمی کرده است. بازار دنگره حاضر از شهر دوشنبه از همین دهه از دیگر خواجگیانی بادرنگ پمیدار و لیمو و کلانفره های بلغاری و دیگر از آنجا سبزوات شده ایستاده. او را دیدن نکن. از آسمان ستاره نفر آوردند. در زمین لالمی ما میگیم نمی شود. اینقدر ذخیره و امکانیت هایی که در ولایت ختلان فراوان است در یگان گوشه دیار مملکت ها چنین شرایط نیست. روین با چشم سرتان بینید. من از رفت کارهای آبادانی بنیادکاری در بعض شهر نوای ولایت قناعتمند نیستم. من امروز یک مراتبه دیگه از پیش شما میگذارم. شما درک دارید که من به نزدیکی یک چند رئیسای شهر نوای ولایت را از کار سبک دوش کردم. کار کرده میتوانید آن. سپارش ها را سری وقت اجرا میکنید. قابلیت تشکیلاتچگی دارید. مردم را سروری کرده، صاحبی کرده، مشکلاتشان را برطرف کرده میتوانید. نصیبتان کند وظیفه. لیکن نمیتوانید آن کرده جاره خالی بکنید. تا صاحب منصب شده بسیار بچه‌ای نه است. همون زمانی که فرمان برآمد بعد 2 ماه تغییر می‌یابد. من در امروز تحلیل‌ها میگویم کدام شهر و ناحیه چه کارا کرده ایستاده است. دیروز من در دهه غرغره جماعت دهاتی کاریز بودم. چند انشاءات دیگر بنیاد کردم. من از یک تاش دیدن کردم. صاحب کار وطنی از زمین دهه برای همدهگان خودشان به این نوبت گرفته حسابی کتاب کرده برآمده است. در یک مهلت کوتاه در مدت 1 سال کارخانه تأسیس داده است. از اشیای خام محلی رشته پخته‌ای که در ناحیه دنگره استحصال می شود. کارخانه ریسندگی و دوزندگی
محصولات تیار تأسیس داده است، تکنولوژی از چین وارد کرده است. ریشتر را خودش در همون کارخانه متا میکند، هم لباسی تحپوش، هم پیپاک و دیگر جوراب‌های همه سینی سالها را برآورده. 74 جای کار دائمی، 1200 سامانی معاش. بانوان مادران تاجیک در نزد خانه خودشان، محل زیست خودشان صاحب زندگی خوب. قریب 50% بانوان جوانان را برده در چین آموزاندند و متخصص چینی در آنجا آموزش کرده ایستادند. در دهه، در شهر نه، در یک دهه دورده است. بسیاری همان بهانه میکنیم چیکار کنیم، نمیشود. کاری نمیشدگی در دنیا نیست، خودمون نمیشویم، برای که ذوق نداریم، حس ملی نداریم. بسیارمان ظاهر پرستی میکنیم، در نکوی زبانمان است، قلبمان تماما چیزی دیگر است. اگر شخصی ننگ و ناموس داشته باشد، حس بلند ملی و وطن دوستی داشته باشد، کارا او قدر مبلغ زیاد را طلب نمی کند. از بودجت نکرده هستند. با قوه مردم، اهل دهه، صاحبکاران همون محل، فقط زبان شیرین، معامله خوش با مردم کار کردن، قابلیتی تشکیلاتچی داشتند. بعضا روبروی شهر نایای ما را در خانهشان کلنام و سلامی درست نمیتید. لیکن در نزد مردم کروفر را بینید، او که کروفر روبر دولت ندارد. با نزد روبر دولت مردم تیزتر در آمده عرض شکایتش میگوید نسبت به رئیس روبر شهر، نایه و ولایت، ساختارهای ولایتی. من دیدم صاحب کاران اما خودی مردمی همون دهه، یا که خود دهه پوشین 16 کیلومتر راه های بین دهه را با سطح درجه بلند راه بنیاد کردن، ساختن، منفش کردن، چراغان کردن. یک شهرکی زمانوی شده است. یگان سامانی از بودجت نایه و جمهوری طلب کردگی نیست. و سر و لباس مکتب بچه ها را دیدین، آموزگارا را دیدین. نمونه عبرت با مکتب بچه ها دیگر شهر نایه مملکت است. من پرسان شدم رهبر مؤسسه تعلیمی، سال گذشته 97 کس بچه ها تمام کردن مکتب میانه را. از 97 نفر 90 نفرش به دانشگاه ها و دانشکده های مملکت داخل شدند. من اصلا با چنین آموزگارا چون این نشانه بلند بودن صفت تعلیم و تربیت در این مؤسسه تعلیمی است.